زنبور داشتم. ایامو سال همین قدر قریب 50 ایله زنبور کردم. زنبور پروری هم خودش یک مکتبه. باید این تجسیه نیست که همه کس همو را بفهمن و بدوننش. نه که کارش هم قیمتی داره. این سبک هم نیست. برای با مکتبش خوندن در کار کتابو بسیار در برای زنبور اصل پروری که ای کسالیاش آگاه میشه، ای طرز کار باری همو چیش آگاه میشه. زنبور هم کسال میشه، زنبور کنه میزنه، وراتوز میگن. کنه زدنش اساسا اگر کی خیلی میبینیش اکامورامون نه که اگر کی نبینی زنبورو به پر بال میبروین در بیرون در وقتی که همو بچگی میبرویا همش پر ندارن قریب. برای که همو شیره اساسیه که برای زنبور همو انکشاف میوه در همو یچکایی که زنبور انکشاف بیوه همو وراتوز همو را کم میکنه میخره همو. بعد وقتی که در اون نرسی همون شیرش بعد همون به پر میبرویا و به دست میبرویا و بعد همون حساب میفهمی که همین زنبور چی داره کسالی وراتوز. انا او را باید تازه کنی. اگر که به اهمیتی میدی سری وقت اگر اینفکس نکنی چی نکنی زنبور را نابود میکنه. دوری هست که با واسطه خنده‌اش میتی. بعد دوری هست که هم که مروین اکستراتاس ای بالاش با میمونی. بعضی هستند دوریایی که فلاکونن در دری لیتوک همون نیچه داره میمونی همون قطعی یک بریز گردش میکنی همون قطعی سوز میشن. وقتی که زنبور پرور فهمید که همون زنبور بیماره باید که کفای طبابت همون زنبور شه. زنبور پرور یک ساعت قریب میکشه که زنبورا را نگاه بین کنی و بفهمی که کدومش هر کدومش نمر داره. ایامو حسابی نمرش میفهمی کدومش چی کسل داره کدومش چی پرابلم داره. در حاضر یگان انشالله یگان کسلی هم ندارن یگان مشکلی هم ندارن. خوراکای زمستونشون جابجا کردیم دارو زد میکنن. ما هم وقتایی میشه که دیگر جاها همون را میگیریم میخریم عوض میکنیم اینه که بسیارتای وقت همون زنبور خود جدا میکنن. آخی زنبور اکامو خیلی همون خیلی که اویلای همین آدمی زادن در همین چی هستن همیان وقتی انکشاف مییابن بسیار میشون جوش تنگ میشوه همیان مجبور میشون که یک اویلای نو تشکیل کنن بروین. او این خیلی نیست که در او اویلا جنجال کنن قهر کنن بروین. هم همون خیلی میبینند که جوش تنگ شده اگه امکانیتی برای همون زندگیشون نیست بعد همون حساب جدا میشون یک اویلای با پرا میشون میبروی. او خودش میبروی. بعد خیلی خواهم میفهمی که همین نیتی برومدن دارد میگیری با در دیگه قطعی ها میگذرونیش همون را. کتابا که دایر به کسلی زنبورای دایر به خوراکای زنبورای دایر به رزویتی. من کورس در همون ایرپورت خونده گیردم دوره پروفسور شریف خونده. وقتی که خوندی که فهمیدی میدونی که چیکار کنی. بخونن که بفهمن که زنبور را باید چیکار کردن در کار. این خیلی میگیری نمیفهمیش سالهای اول سالهای دیگه هم خیلی ممکن که تلف مییابن. نه که اگر بخونی بفهمی ان شاءالله خوب میشه. قربانزاده حلیم زبان طبیعت را خاصه علم نباتات زادگاه خیش جماعت دهات صغیردشت ناحیه درواز وطن را خوب آموخته. انیق که استاد سختگیر و هوشیار و پرکار و پردان زنبوری اصل تعلیم خوب داده به شاگرد و امروز زنبور پرور استاد کار خیش گشته. اختیار شربت زنبور را به دست گرفته. یعنی دیگر مقدار عسل توام است به خواسته های زنبور پرور نه به حوصله زنبور چون دیگر به کاردان کار آسان شده. زنبور صغیردشت فرقیتش همه که کمتر خوبترش بهترش همه که 9 ماه زمستونی صغیردشت طاقت نمیبروید. این اکنون مثال یک گرم تر و مصدر نیست. هر ساله ماه سپتامبر رسو اینجا خنک میکنه. ماه اکتبر نوامبر برای زنبور هم قریب زمستون میشه که دیگه بیرون هم نمیبروید. عسل نمیتی عسل میخوره. قریب در هر یک اویله 6-7 کیلوی عسلش میمونیم برای زمستون در بهار داختن یمی. تا ماه مارت در دون قطعه زنبور عسل میخوره. انا در اون پایین‌ها و وطن‌های گرم در اونجا زمستون هم ندارن. تا ماه هم دکبر زنبورا میبرن میدروین. عسل بهاری در ما نمیشه. ایما بهار و تابستونش هر دش یک میاد در ما ایول میاد. برای بهار مونی هم قریب هم آخرای ماه اندامی ولی چای ما در همینجا هستن ما آخرای ماه اندگل میکنن. همون خیلی میشه که هم ما ایول انده هر دش یک میشه.
بعد در ترکیب همین عسل ما همون فروکتوز هم نیست. برای درختایی که باید میوه میدن اینا کمن در ما. انا در جایی که مثال باغش بسیار باشه، باغ زردآلو و آلوچه ایو هم میاره، قطعی اصل طبیعی حرارش میکنه، نه که در ما نیست. ما فقط همون رستنی میگیره. رستنی باشن در ما ایول در گل میکنن. در ترکیب این فروکتوزش کمه، همون ساخاروزش بسیاره در اصل سردشت. برای همون توزی نکه وقت کم ترخینک میشه اصل سردشت کریستالیزاسیون میشه، سخت میشه، سفید میشه. یک با اگر در گرمیش که مونی با همون حالت اولش میگرده، با همون چخیلی که بود پیش همون خیل میشه. چند سالی که در همون سوخوز زنبور عسل پروری کار کردیم، 100 قطعه زنبور داشتیم. اینجا تیرما میبردیم شد طرف نو دروازه اونجا گرم اندک برای زمستون گذرونی. اونجا عسل میگرفتیم، با دیمبورا میگرفتیم، اینجا میآوریم با اینجا عسل میگرفتیم. تاجیکستان یک ملکی خوبی هست که ممکن که تا همینجا 5-6 بهار ما میاریم. اگر تا این طرف قرغن تپه بری با آستاسته میاری تا جای ما را میاری که وقتی که در اونجا آلیچه ها را تمام میکنن در ما نوگل میکنن. زندگیش را ساخت زنبور پرور قربانزاده حلیم در زادبوم، در آغوش کوهستان با امید و عشق و احسان. رفیق شفیقش را انتخاب کرد، هم خودش با یک دیدن و هم پیشنهاد شد از جانب والدان و این پیوند روحی و جسمانی و جانی برکت خود را بار آورد طول این چند 10 ساله. امروز از زندگی آزاده و تنج 2 گل دخترشان می آسایند. از حمایه پی در پی رساله های علمی پسر دانشمند و عالمشان می بالند. از دانشجو بودن پسر خرده افتخار دارند و البته از حضور نبیره ها مغز دانه ها آرامش می یابند. و امروز این پدر و این مادر مطمئنند که زنبور دولت است و خوشا که زنبور این آفریده بسیار زیبای خداوند راه زیستشان را تعیین کرده و کام زندگیشان را شیرین بنموده. دیگر در این سمت صداقت را زی زنبور آموخته و سعادت یار گشتند در حیات. همین زندگی ما خودم شخصا حساب همین برکت زنبورو ای. 2 تا دخترچه داشتم، مکتب خوندن، شوهر شدم رفتن. زینب مینم داره، کلونیش در شهر دوشنبه شهر داره، این دیمش هم انجیلو داره، همون شهر دوشنبه شهر داره. تینج آسوده خدا را شکر صاحب دخترک‌های خوشرو پسرچه‌های زیبا دارن. تابستونا گرمی جمعی گریزن همین جمعیان، بعد تا سرخین شدن میشینن با تا وقتی سری مکتب شدن ماه سپتامبر برای همون فرزنداش با میروند. پسرام هم همچنین رفتن دانشگاه داخل شین. اینا بچه کانونی معلومات عالی معلم در همون چینده دانشگاه در عالی. پسر دیم دانشگاه دیم کورس خونده است. همش دوست می‌دارم برای که زندگی منم راستی همش حساب همین قطعه زنبورن که هم یک قسمی دولت داریست با فکرم همین درونی همین اویلای زنبور همین خیلی که همین دیگه انسانیت زندگی میکنه و دیگه حیوانایی که در جنگل زندگی میکنن قانونی خودشون ندارن، هم قانونی خودش داره. هم اگر که یگان زنبور میآید که دزدای نمیمونن در اونجا همون قلاورو که بدرویا یا که زنبوری هستن که کار نمیکنن او را میزنن اونجا بیرونش میکنن چرا آخر در کار نیستی گفته او بیکار خدا بیزار. هم یک هم خیلی دولت داری پرینسیپای خودشون ندارن. این اگر همون حاضر مادرشاش اگر نباشه همین زنبور خود به خود نابود پیش از نابود شدنش خودش همون را هم کار به ترتیبانه همون اصلا را میخورن. نه که در حالتی که همون مادرشاش هست همش و همون قانون قاعده خودش رعایت میکنن همون زندگیشون پیش میبرن. بله، همه چیز پاکی را میپرورد. برکت کار هم در تازگی و آزادگی و آزاد آهنگی روح و روان انسان وابسته است و احساس میشد که اینجا این مرد شریف و مهنتکش کوهستان وطن زندگی ساده دارد بسر، اما روش روزگارش، نیت و آرزو و ارمانهاش پر از آزادگی و پر از سازندگی است که بادا حلالش. و خلق تاجیکستان تمنا دارم که دائم وقت همین آفتاب
گرم در بالای مردم تاجیکستان باشد، دایم صلح سلام باشد، دایم مردمش تنج آباد باشند. مرحمت کنن طرف سردشت خوش منظره بیاین، وقتی سیو وقتی در جای ما اینا در دیگر جاها سیو هم بواخیر است، در ما نوینا سیو شدن برای خوردن. راش هم پیش خیلی بزیبتر بود، حاضر سازش کردن، راش و قدر پرابلم نداره برای مدنی. مرحمت نور دیده تاج سر مهمونی بیان طرفای ما. اصل خری بیاین. بیننده عزیز، این چیده های بود که وقتی سفر خدمتی ما گروه ایجادی از جماعت دهات صغیردشت ناحیه درواز برداشت بنمودیم. از روند زندگی یک نفر ساکن عادی همین جماعت قربانزاده حلیم که خانهشان سر راه ماشین گذر قرار داشت و ما گروه ایجادی پین داشتیم که لحظه آشنایی با او و انعکاس کار و پیکار انسانهای شریف کوهستانی حتما کام اندیشه ما و شما را شیرین خواهد کرد. و اینک پیشنهاد از ما، دیگر قضاوت از شما بیننده